به نام خدا، این اولین ضبط برای کانال اولتونیو هستش. قراره ملک تخریب و بازسازی کنیم. همراه ما باشید. خب مشاهده میکنید که ملک ویلای سقفش خیلی کوتاهه. برای اوایل دهه 70 این ملک کاملا فرسوده شده. این ملک ویلایی دارای یه سویت، بعد 2 واحد، موتورخونهشه، خیلی درب و داغونه. این درای آلومینیومی. خدا چطوری اینجا زندگی میکرد. خب من مدیر پروژه هستم و همینطور مالک ملک که 0 تا 100 کارو با هم هستیم. قراره توی یوتیوب آپلود بشه از زمان تخریبش تا زمان کلید نوسازیش. این نمای جنوبی پشت حیاطمونه که قراره توی یه پیلوت و 4 طبقه مسکونی به صورت تک واحدی ساخته بشه تو متراژهای 150 متری. بله اینم از داخل واحد. ببینید که ملک هم به صورت مبله تحویل گرفتیم. کابینتا، سقفش، وضعیتشو نمیدونم چندین سال اینجا زندگی نمی‌کردم به این شرایط افتاده. این وضعیت سرویس، وضعیت حمامش، دیوارش رو فکر کنم اتاق تتو بوده. بله 100% اتاق تتو بوده با این وضعیت و دیزاین ها و نقاشی هایی که داره. لوله کشیاش هم وضعیتش که میبینید. متراژ پشت بام همراه خرپشته قرار 180 متر بشه. بعد یه اجرای روف گاردن بسیار زیبا قرار انجام بدیم. یه دیزاین چوب. دید ملک بدون مشرفه، ویو آزاده. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون میشم حمایت بکنید.